صدا من داره من گفت شما برو کافئین، نیکوتین، چربی، هر چیز درسته قبل از اجرا بخور، برو رو استشفای نباشه من اینجا. سلام، مهرداد هستم، از شیراز خدمتتون میرسم. 29 سالمه. خب خیلی خوشحالم، امیدوارم که بتونم همینطوری پیش برم و اینکه یه اجرای خوب و یه موزیک خوب و ارائه بدم. رضایت بخش. آهنگ خداحافظ هست از حمید حامی. خب به نظرم میشه یه کمی تا حالا طبق حالا اندک دانشی که من دارم یه کوچولو میتونم تواناییامو تو این آهنگ نشون بدم و از نظر احساسی مناسب دیدمش برای اجرا. فکر میکنی جزء 15 نفر اول بشی؟ هرچی خدا بخواد، ولی به خودم ایمان دارم، تمام تلاشمو میکنم. سلام، خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. زنده باشین. خودتون رو معرفی میکنید لطفا. مهرداد هستم از شیراز. به به. خوشبختم. آقا مهرداد شیرازی چقدر انرژی چکریم. بالاست، بسیارم ولی خدمتتون هستم. آقا مهرداد چند سالتونه؟ 29 سالمه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونم یه اجرای خوب و قابل قبولی و در حد توانم تقدیمتون کنم. چند وقته می‌خونی؟ من میخوندم از بچگی، ولی خب اگه بخوایم نیمه حرفه‌ای و چیز، من لایو کلا حرفم موسیقی، خواننده هتلم، حالا رستوران‌ها و هتل‌ها مثلا چمران شیراز 5 ستاره، کلا لایو کار میکنم از سن 14 15 سالگی. شما خودتو در شرایط خیلی سختی قرار دادی با این متاسفانه الان توقع ما بزرگی جلو من، وگرنه کار سختی، کاریه که همیشه من انجام میدم. توقع ما رو بردی در حد استادای استادامون. نفرمایید، اختیار دارید. ما درس بفرمایید. ان شاءالله که بتونم قابل قبول باشه. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خدا حافظ گل لادن، تموم عاشقا باختن. ببین غم گریه ها از عشق چه زندونی برام ساختن. خدا حافظ گل پونه، گل تنهای بیخونه. لالایی ها دیگه خوابی به چشمونم نمیشونه. یکی با چشمای نازش دل کوچیکم و لرزوند، یکی با دست ناپاکش گلای باغچم و سوزوند. تو این شب‌های تو در تو، خدا حافظ گل شب بود. هنوز آوار تنهایی داره میباره از هر سو، داره میباره از هر سو، داره میباره از هر سو. خدا حافظ گل مریم، گل مظلوم پردردم، نشد با این تن زخمی به آغوش تو برگردم. نشد تا بغض چشماتو به خواب قصه بسپارم. از این فصل سکوت و شب همه بارونو بردارم. آقا افتضاح زیبا بود، افتضاح زیبا بود. ما ایرانی‌ها اینجوری گاهی تعریف می‌کنیم. خسته نباشید. خسته نباشید. خواهش می‌کنم. الان بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. آقا من چرا همیشه شروع خواهش بکنم؟ می‌کنم. نوبت‌های این دفعه بذارید گردن‌های باقری. مظلوم واقع شد، استثنا. مهرداد جان خیلی ممنون که اومدی. واقعا لذت بردیم. من که خیلی دوست داشتم اجرا تو. هم عکس تو دوست داشتم، هم اجرا تو دوست داشتم.
امیدوارم که توی دوره بعد حتما ببینیم. باعث افتخاره. حتما ممنونم. بفرمایید. ببخشید با اجازه شما. ببینید خیلی ها هستن که این امکان رو براشون پیش نیامده که جایی که شما آواز میخونید به هر حال سنجش توی سالن، توی تالار، توی هتل باعث میشه که شما هی بری خودتو بیشتر به معرض تمرین و ممارست قرار بدی. من نمیخوام این رو به عنوان یک گیفت بهت بگم، ولی خوانندگانی که میان اینجا بشنون و ببینن که حتما سعی کنن چون میخوان اجرای زنده داشته باشن جلوی مخاطب خودشون بخونن، چندین مخاطب رو بنشونن بخونن و تأثیر و نتیجه رو بگیرن. این بدبستون میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. شما فوتبال بازی میکنی؟ قبلا میکردم. آره بله. نه دیگه من پوان منفی میدم چون حمید حامی از دوستای خیلی گل منه، فوتبالش هم بسیار. حالا اتفاقا من می‌خواستم که بگم نه اینکه میگم در سطح حرفه من هافک راست برق شیراز بودم و تو سن نوجوانی. کاکو خدا قوت حسن خاک پاتین درد نکنه. ماشاءالله. بفرمایید. مخلصم زنده. مرداد جان خسته نباشیم. ما هم شهری هم هستیم، ما هم شیرازیم. باعث افتخار. شما از نظر من یه خواننده بسیار تکنیکی، بسیار حرفه‌ای هستین و بالاخره تا حدی میشه تشخیص داد کسی که میاد اینجا وای میسه بادی لنگویجش کاملا مشخصه، یعنی از استایل وایسادنش تا میای وای میسی اینجا تا میخونی حتی یه او بگی مشخصه که شما داری کجا اجرا میکنی. حالا اجراتون خیلی خوب بود. فقط یه سوال بپرسم. بله اصلا. ببین مرداد جان، اکثر بچه‌هایی که کوتاه میگم طولانی نشه، اکثر بچه‌هایی که مثل شما به صورت مداوم یک جا مشغول به اجرا هستن، شما مجبوری در یک شب در یک ساعت 2 ساعتی که حالا تایم اجراتون هست حامی بخونی، شادمر بخونی. میخوام ببینم دوچار این درگیری نشدی که شادمر بخونی بشی شادمر، حامی بخونی بشی حامی. هر رنگ صدا جورج مایکل میخونم، نمیدونم امرو دیاب میخونم، تامر حسنی میخونم، ابراهیم تاتلیس میخونم، نمیدونم یعنی رنگ اصلی همه رو. و مثلا ترکیه ها رو برای ترک‌ها اجرا میکنم با صدای مهرداد، البته با تکنیک‌های مهرداد. مثلا نمیخوام مثلا اگه یه روز بری سفر رو بخشید من ان شاء الله همه سفر این آهنگ رو من مثال بدی زدم. مثلا منظورم اینه که یه آهنگی از حالا یه شخص خاصی رو اسم نمیبرم، شما بخونی با استایل و اکت خودش. نه من هر چیزی رو بخونم مهرداد شما بسیار حرفه‌ای خوندید. به خاطر که 5 ستاره میخونم مجبورم همه کاری بخونم و هر چیزی هم میخونم. بله. یعنی 4 ستاره بود اینجوری نمیشد. نه منظورم اینه که بین‌المللی، منظورم مثلا مهمانای ترک میان برای ما، عرب میان، ما مجبوریم رضایتشون جلب کنیم و اگه لهجت حتی اشتباه بشه اون تاثیر آن باید و شاید اون چیزی که باید نمیذاره. خسته نباشید. لذت بردیم. مرسی. متشکرم. آقایان عزیز سرنوشت شما رو مشخص می‌کنه. متشکرم. دوستان عزیز، اگر که از اجرای من راضی بودید خوشحال میشم که ما رو حمایت کنید. شماره من 39 هست. ممنون میشم اگر حمایت کنید.